من شادی پهلوی هستم. در جریان هستین که این دار و دسته جبارزاده تیمسار زاهدی به سرکردگی این زنی که به اسم فرح دیبا به ما انداختنش، همین افریت، همین پیر سگی که جدیدن با کمک گوگوش رابرت دهنوش رو توی گلندم با گوله به مغزش به سرش کشتن. دیده گندش در اومده، حسابی داره پتش رو آب میفته. ببین چیکار کرده، آستین بالا زده داره واسه گوگوش کتاب مینویسه. و گوگوش، این زنی که بدبختانه مادر من هست، نه تنها زندگی منو تو این دنیا فروخت، این زنی که افریته داره یه کاری میکنه که بعد از مرگشم روی داستان من، روی حقیقت من یه سنگ قبر گذاشته باشن. یعنی از اون دنیا هم میخواد به فروش من ادامه بده. و برای اینکه کتاب دروغنامه کریه و کثیفش مثل مصاحبهش با هما سرشار که همش دروغ و کثافت و ترحم طلبی و شغال مردگی بود، واسه اینکه به فروش برسونه نمیش کار کردن، اومدن چند میلیون دلار خرج کردن، اد شیرانو استخدام کردن بیاد با این پیر سگ پارکینسونی آواز بخونه. میبینی که چقدر مسخره است تمام این قضیه. این بدبخت اصلا حال نداره حرف بزنه، چون حرف زدنش، صدای معمولی حرف زدنش میلرزه، چون واقعا یه پیر هافو شده و اصلا مسخره است. یعنی فکرشو بکنی فکر میکنی که خود اد شیران اومده انتخاب کرده با یه پیرزن 80 ساله چون میگن ایرانی که انگلیسی هم بلد نیست بیاد آواز بخونه. فقط تمام این برنامه از ترس این زنی که هست، این جمیله جبارزاده نوکر اردشیر زاهدی، برای که میخواد تاریخ رو خواب کنه دیگه، میخواد تاریخ رو کور کنه. خیال میکنه اگه یه سرصدای خیلی بلند و جهانی رو بندازه داستان من خفه چی میگن مدفون میشه، دفن میشه، از بین میره. ولی خیلی احمق هستی، خیلی ابله هستی هم تو فکر میکنی. من میخوام به شما بگم که خیلی جای تأسف داره که هیچ کسی راجع به این چیزی حرف نمیزنه و همه خودشونو فروختن. حتی امثال این بهروز وثیقی، آدمایی که واقعا یه پاشون لب گوره ولی ابدا اصلا به خودشون نمیخوام بیان، مثل اینکه هیچ شرف و حیثیتی ندارن، مثل اینکه تو این کشور، تو جامعه ایران یک نفر وجود نداشته باشه، وجود نداره که یک جو شرف و حیثیت داشته باشه. همه یه مش پاچلیس، خایمال.